راه وقتی شما میایید خرد هم سلام میدهد، کلان هم سلام میدهد، پیر هم سلام میدهد، جوان هم سلام میدهد، راننده هم سلام میدهد، سواره هم سلام میدهد، پیاده هم سلام میدهد. خیال میکنید که همین درختها هم سلام میدهد، کوه ها هم سلام میدهد. یعنی این یک وادی سلام، دارالسلام گیمه. و در این شبکه‌ها چند نفر نوشتن که این عبدالله راهنما رو نفهمیدیم. وخان میره میگه وخان بهشت روی زمین، اشکاشیم میره میگه که اشکاشیم این بهشت روی زمین، خاولین میره میگه که خاولین دیار بی‌نظیر اینا پشت همین کو. ونج میره میگه ونج بهشت روی زمین. یغناب این اخیرم رو استاد اتامر خواجه بدیم نوشته که یغناب این پشت کوی قاف این دیار افسانوی. هاییت میره میگیم که هاییت زیباترین. چرا این خیلی است؟ من میگم که آخه چی گویم؟ همه جای این کشور زیباست، هر گوشهش بهشتی. سعدی شیرازی یک بیت داره برای معشوقش که بسیار دوست میداشت. آدم میگه نمیره چی دوست میداری؟ میگه که دوستان عیب کنندم که چرا دل به تو بستم، دوستان عیب کنندم که چرا دل به تو بستم، باید اول زی تو پرسید چون این خوب چرایی. یعنی باید اول ببینید که آخه کشور زیباست، این کشور هر گوشش بهشتی است. برای همین هر جایی میریم میگیم این قدر زیباست، این قدر خوب است، این قدر بلند است. این یگان چیزی ساخته نیست. یعنی خیلی وطنی زیبایی ما داریم که هر توریستی که میجا میبیاید چیزایی می نویسد. شما یک بار از آینه همون سیاحان وصف همی کشور، وصف همی گوشه ها، وصف همی وادی و خیار رو بینید، بعد میگید که واقعا در کجا ما زندگی میکردیم. بنابراین وقتی که من در هر گوشه کشور میرم میگم که اینجا زیباست، اینجا خوب است، اینجا بهبودش چی است، اینجا صفتش چی است. در مجموع ما یک محل رو از محل بالا و پایان نمیگیم، ما میگیم در مجموع ملت ما امی قدر ذخیره خوبی دارد. تاجیک بودن میسیه یا رسالتش خوبی است، رسالتش نیکویی بوده است. این رسالت ما در همین کوهستان تاجیک، در جایی که دست نخورده است، در جایی که تاجیک همان گونه که خداوند آفریده بود همون خیلی حفظ شده است. مثل همین وقتا در اونجا میبینیم. بنابراین میخواستم بگم که ما از وادی وخیا که امروز آمدیم، یک وادی بزرگی تاریخ و فرهنگی ما، چه خصوصیت ها رو میبینیم. پیش از اینکه درباره بحث اساسی برگردم چند سخن درباره گم. راه وقتی شما میایید خرد هم سلام میدهد، کلان هم سلام میدهد، پیر هم سلام میدهد، جوان هم سلام میدهد، راننده هم سلام میدهد، سواره هم سلام میدهد، پیاده هم سلام میدهد. خیال میکنید که همین درختها هم سلام میدهد، کوه ها هم سلام میدهد. یعنی این یک وادی سلام، دارالسلام گیمه. چرا خیلی؟ چون که از بیرون وقتی که در شهر سلام گم شده است، وقتی جمعی درایید شما گویا با همون درونی اصالت و فرهنگی تاجیک بر میگردید. بنابراین من خواستم که دو سه نکته درباره سلام گویم، چون که این گپی ساده نیست. استاد خیلی که گفتن این چیزی است که ما را باید حفظ کنیم. یکم این که همین چندین خاطره سیاحانی خارجی را درباره وادی وقیا خوانید. امریکایی است، اروپایی است، روس است، ازبک است، ترک است، ایرانی است. همین نوشته است که مردم سلام میگویند، مردم سلام میدهند. یعنی این رو من همه جهان دیده است. یعنی اما خبری سلام شما در جهان رفته است. این دوم اینکه من همین سالها بارا امریکا رفته بودم، 9-10 بار. یک وقت اونجا درس هم میخوندیم. در این امریکا بعضی مرکزهایی هست که آداب تجارت و
بیزنس یاد میدین و در اونجا بسیار مردم یاد میدین که سلام کن، با کلینت خود سلام کن، با آدم سلام کن، تبسم کن. حتی کتاب دیل کرنگی از آیین دوستیابی، اما آیین دوستیابی در چی میگه؟ میگه که مهمترین کلیدی دوستی همین سلام است، تبسم است. ولی چون اونجا مقصد تجارت است، میخواد به یک آدمی حریصی بی فرهنگی بی تربیت سلام یاد کرده که به همین سلام بیزنس کن. او سلام فرق داره، او سلام تجاری است. ولی این سلامی که اینجا است، این سلام معرفت، این سلامی اخلاق، این سلامی که از درون این فرهنگ همچون بخش از این فرهنگ بیرون میاد. بنابراین این سلام ارزشش بسیار مهم است، بسیار کار مقدس است و همین جزئی همیشگی ملت ما بود. حالی هم شما مثلا جای دوردست روید، همین آیین حفظ شده است. بنابراین من میخواستم که همین حفظ شود و اگر گید که همین روز از همین سنگوار از وخیا ما چی هدیه میبریم به دوشنبه؟ دوشنبه هم همین مردم خداوند است، ولی در اون غوغای شهر بسیار چیزا فراموش میشه. ما همین سلامی همین مردم رو، ولی من یک مقاله میخوام نویسم درباره سلامی وخیا، همین رو همچون هدیه از اینجا برای تمام تاجیکستان ارائه کنیم. این دوم اینکه همین وادی وخیا در نظر من که دو سه بار آمدم یک وادی معرفت و علم است. ما اگر او دفعه با رئیس معارف سابق بود آمدیم، هر دهه را که میبریم اینجا زادگاه این کس، اینجا زادگاه این استاد، اینجا زادگاه این شخصیت، اینجا زادگاه، هر دهه یک شخصیت، یک چهره، یک بزرگ برای ملت داده است و این روی خط تمام نمیشد. من میگفتم که این خاک چی معجزه داشته است که این بزرگ داده است، این آب چی لذت داشته است که این قدر بزرگ برای ملت داده است، این باد مثلا چی حکمت داشته، این کوه چی حکمت داشته است که این قدر بزرگا را برای ملت داده است. بنابراین در تصور من این مثل همون مدینه فاضله افلاطون که این قدر بزرگا را برای ملت ما داده است. بنابراین این یک ذخیره ملی است که از اینجا این قدر کادرهای ملی برآمدن و نکته مهم این است که همونا در دوره بزرگ شدن، بزرگای ملت شدن که در اینجا برق نبود، در اینجا مکتبای معاصر نبود، در اینجا من خیلی بزمگاه ها و مرکز ها نبود. استاد دینارشایف میگفتن که ما در اینترنت یک خله به چند کس میخوردیم، ولی اونا بزرگای ملت شدن. پس امروز که این وادی پر از مکتب است، یک راه های آباد است، یک برق است، یک مرکز های فرنگی است، من فکر میکنم این وخیا باید یک موج دیگری بزرگا رو برای ملت، چون که همین ظرفیت رو دارد. این بسیار مهم است. و اما چیزی که من نمیتونم از بالای این گپ گذارم این است که وقتی که نام بزرگا رو میگفتن، برای من بسیار عجیب بود که اکثر استادان خودم از اینجا بودن و قریب اکثرشون در حیات نیستن. برای من احساسی میشه، یعنی میگه که اینجا مثلا زادگاه استاد طالب خسکش، استادی ما در زبان، در دانشگاه ملی، استادی جوان مردی، استادی بزرگی که در علم زبان شناسی تاجیک یک نابغه بودن. این همین زبانی که ما امروز با غیرت گپ میزنیم، من مثلا یکی از همون ثمره های درس های استاد خسکش است. یا که استاد دینارشایف میگه من اینجا زادگاه دینارشایف، من در انستیتوت فلسفه شاگرد استاد دینارشایف بودم. همین روزم در فلسفه، روحیه ملی، سخنوری، اخلاق، جهانبینی در سطح دینارشایف دیگر نداریم. بنابراین من میگم که ما این خیلی آدم ها از اینجا برخواستن. یا که ابراهیم شریفوف، پروفسور ابراهیم شریف، من 7-8 سالم روشون کار کردم، پاکترین انسان، این اخلاق، این حقیقت ورزی،
این دانش و پرینسیپایی که استاد داشتن یک ذره‌اش اگر ما میراث گرفته باشیم این خیلی کاری بزرگ. استاد نظر یزدان که مثلا زیبا سخن‌ترین مرد تاجیک، یکی از کسایی که برای تاجیکستان، برای تاجیک پژوهی، تاجیک شناسی زحمت بی‌نظیر کردن. یا که از همه کسی که من در همینجا حتی با یاد کردن نامشون احساسی میشم، این استاد سهراب شریپوف، دیرکتری مرکز تحقیقات استراتژی که ما قریب 10 سال 15 سال امروزشون کار کردیم. استادی من، استادی که سیاست، تحلیل زنده گفتن، موقع داشتن رو برای ما آموختن، استاد سهراب ابراهیم شریپوف. و وقتی درباره سهراب شریف میگه من فقط امیر میگم که شما امی گپ ما همچون تحلیلگری که تمام نظام‌های جهانی در میرویم میبیاییم و میدانیم میگم که سهراب شریپوف کادر سطح ملی یا منطقوی نبود. این تنها سیاست شناس تاجیکی در سطح بین الخلقی و جهانی همچون صاحب نظر اعتراف شده است. انا فرزندای دیار. بنابراین من وقتی همین نامی استادام اینجا شنیدم گفتن که پس همین من هم شاگردی همین وقتی چونکه هرچی آموختم از اینجا، پس من این پیش دیار، پیش سرزمین خود رو قرضدار حساب میکنم. من گفتم اینه به پسرم که اینجا روی این خاک آیسته قدم ماندن در کار، چونکه قدمگاه و خواستگاه استادای من که ولی نامی همش اگر بریم این مجلس نمیگنجد. بنابراین این روی خط احترام برای در اون شعری وخیا من نوشتم که سخن می لرزد از هیبت که تا باشد سزاوارش، که گویم داستانی سنگوار و روحی بیدارش. خب این صفت های این وادی زیاد است. این وادی معنویت در هر دره این وادی یک جای شهید، یک جای بزرگوار، یک جای شخص معنوی، یک جای شخص روحانی. بنابراین عارف و شیخ و شهید و اولیا خفته در هر خانقای سنگوار. از همین رو این سرزمین پر از خیلی مکانهای مقدسی که همشان با علم، معنویت، اخلاق، ایمان، معرفت پیوست دارند. پس این وادی اگر خیگیریم یک پناهگاهی اهل علم بوده است از ظلم و سیاست هایی که در وادی و در شهرها می شده است. چرا اینقدر پر از شهید و اولیا و بزرگاست این وادی؟ چونکه وقتی که در نتیجه ظلم، بی‌دولتی، ولی اون چی درباره وخیا و سنگوار گفتم این بیرون از موضوع نیست. یعنی وطن جمع همین منطقه های ما، جمع خانه های ما، جمع حولی های ما، جمع کوچه های ما، جمع منفیت های ما، همش یک جای میشه وطن. من در کمیته معماری سخنرانی داشتم. رئیس کمیته گفت که به هر نفر تاجیک 11 متر کوادراتی منزل روز میاد آذر. یعنی که همین 11 متری هممون جمع شده بمیشم تاجیکستان نامش. بنابراین درباره هر گوشش که صحبت کنیم او صحبت درباره وطن است.